این چگونه رفشانی است؟ من هیچ چیز را نمیبینم. خیلی خنک است. خیلی. من در کجایم؟ مرا به دست گرفته و چیز مهین و گرم میگذاشتند که خیلی شناس و عزیز است و بویش هم شناس، طعمش هم. این مادر است. وی به من شیری پستان داده است. حالا ترس مرا رها کرد و باز آرام شدم. همه چیز خیلی جالب است. این چنین پدر هست. او یک شخص کلانی است که آواز بلند دارد. وی را تیز دوست داشتم. من به او آرام هستم. وقتی که با من مادر و پدرم هستند برایم خیلی پسند است. اطرافم پر از چیزهای ناشناس است. بعضی صداهای غیر عادی میشنوم که مرا تکان میدهند. اما همین که مادر و پدر مرا به آغوش میگیرند آرام میشوم. اگر امکانیت میبود من میخواستم به آنها بچسبم و هیچگاه کنده نشوم، ولی نه همیشه این کار میدهد. و باز به من لازم می آید که با میلیون ها باکتریا و ویروس هایی که در اطرافم زندگی می کنند شنا شوم. سیستم مسئولیتی من هنوز هم ضعیف است. از این رو به کمک نیاز دارم و باید به من امگذارانی کنند. همه چیز در اطراف من اینقدر نافهمه و نو است. اما وقتی مادر و پدرم با من صحبت کرده سخنان مهین میگویند، سرود میخوانند، خرسند میشوم. باز تبسم میکنم. دستهایم را میجنبانم و صدایم خود از خود میبراید. صدای گریه نه، بلکه صدای خوشحالی.